بینی، بعد فک، چانه، بعد چانه و این پلنگ دارم. بسیار خوب. امیدوارم که تغییرات تو چهره‌تون بشینه انشالله. با یه چهره بسیار جدید و خیلی ممنون. بهتر متشکرم. بعد از عمل شما رو ببینیم. انشالله. مرسی. خانم علی خانی سلام، حالتون خوبه؟ سلام، متشکرم. خب چند روز از عملتون میگذره و چه عملهایی داشتیم؟ 10 روز میگذره. بله. اول بینی داشتم، چانه، فک بالا. فک بالا و فک پایین و چانه و عمل بینی، همه این عملها رو توی یک روز براتون انجام. بله. خب چرا قیافتون عوض شده؟ خیلی پسرم همش معذبه تو خونه. چرا؟ میگه من راحت نیستم، مثلا یه نفر دیگه اینجا نشسته. خیلی تغییر کردم. دست شما در نکنه آقای دکتر. متشکرم. آیا عمل سختی بود؟ نه خیلی، اصلا من یه کوچکترین دردی احساس نکردم با اینکه 4 تا عمل و 3 تا عمل با هم اصلا کوچکترین دردی احساس نکردم. خب عکس قبل از عملتون هم ببینیم که چه شکلی بود قیافت.